سلام بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ پی میگیریم. عبدالله اشرف هستم همراهتان. امروز سه‌شنبه 24 اوگوست. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. پولها را از صندوق برآورید. عفو نوبتی مال و دارایی‌ها اعلان شد. بانک ملی از ساکنان دعوت کرد پولهای خود را به تاجیکستان برگردانده در بانک‌ها امانت گذارند. وزیر کارهای خارجه قرقیزستان از تاجیکستان خواست از دعواها بر سر زمین دست کشد و مرز طوری که حالها است تقسیم شود. چرا قزاقستان با اقتصادی نسبتاً پیشرفته به فراری مغزها دچار آمده است؟ رفتن آنها برای کشور تلفات کلان است. در بسیاری از عرصه‌ها افسوس وضعیت همین گونه است. امروز بانک ملی تاجیکستان در یک همایش با شرکت همه بانک‌های کشور جزئیات عفو دارایی‌ها و مبلغ‌ها را شرح داد. جمال‌الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی در همایش گفت که هدف از عفو مبلغ و دارایی‌های شهروندان تاجیکستان وارد کردن سرمایه علاوه‌ای به نظام مالیوی و بانکی و به این وسیله بیشتر گردیدن مبلغ گذاری به ساحه‌های اقتصادیات است. مقامات در تاجیکستان انتظار دارند که با اعلان عفو دارایی‌ها شخصانی که مال و مبلغ‌هایشان به عباره زیر بالشت پنهان است دارایی‌های خود را به مجرای قانونی درآورده به این وسیله سطح اقتصادی پنهانی کاهش می‌یابد. امید مقامات از قانون عفو در حالی است که برخی‌ها به وارد شدن میلیون‌ها سامانی به اقتصاد کشور در پی عفو اموال شبهه دارند. کارشناسان میگویند به گمان است که همه شهروندان به مقامات باور کرده اموال پنهانی خود را آشکار و قانونی کنند. در 3 سال استقلالیت تاجیکستان این بار دوم است که حکومت عفو مال و اموال اعلان میکند. پیش از این تاجیکستان سال 2007 چنین معرکه را برگزار کرده بود. گروهی از پناهندگان افغان در تاجیکستان هم هستند که بیشترشان آرزوی مهاجرت به کشورهای سوم را دارند. همکارانم در شهر دوشنبه با آنها صحبت داشتند. مولا رجب یوسفی با چندی از پناهندگان افغان در تاجیکستان هم صحبت شد و معلوم کرد که آنها چه حال و روزگاری دارند. فرشته حسینی ورزشگر و فعال حق زنان 1 ماه پیش مجبور شد از افغانستان به تاجیکستان فرار کند چون به گفته خودش بعد از تصرف منطقه‌های آن کشور از سوی طالبان جانش در خطر بود. از اینکه من فعال حقوق زن بودم و همچنان کسی بودم که ورزشکار بودم مدالای رنگینی را در افغانستان آوردم از کشورهای مختلف مسابقات دادیم و این دلیل باعث شد بعضی انسانایی که متعصب باشن و بخصوص زن ستیز باشن اونا مرا تهدید کنن و بارها تهدید کردن، با کار چند بار زدن، کفن پشت خانه‌ام روان کردن و همچنان نامم در سطح جدول قتل‌های هدفمندانه برآمده بود. در سر موترم حتی فایر شدن، با ماشین زدن. متاسفانه وضعیت افغانستان. فرشته در رشته تکواندو مشق می‌کند و در چندین مسابقه ها هم شرکت کرده است. حالا با مادرش در دوشنبه است و درباره وضع کشورش از رسانه‌ها آگاه می‌شود. میگوید در چنین شرایط نمی‌خواهد به افغانستان برگردد. نه تنها جان من فرد افغانستان جانشان در خطر است. سوسن عزیزی هم به مانند فرشته حسینی با پیشروی طالبان مجبور شد از خانه فرار کند. عزیزی ختم کرده رشته حقوق است و میخواست از حق خود و دیگر دختران در کشورش حمایت کند، اما این سبب او را مجبور کرد که از این مقصدش دست کشد. ازدواج اجباری بود، بعض زورمندا بودن میف ازدواج کو همراه ما. کی بودن اونا؟ قماندان بودن؟ مشخص نبودن، افراد غیر مسئول بودن. من مجرد هستم، من کابل پانتون میخواندم. نظر شما چی است؟ آینده فرشته و سوسن به مثل سرنوشت ده‌ها دختر افغان ناروشن است. در تاجیکستان شرایط ماندن ندارند و رفتن به کشور سوم هم مشکل است. راه بازگشت به خانه هم آسان نمیتابد. طالبان وعده دادند که در دایره دین اسلام به زنان حق کار میدهند، ولی فرشته و سوسن میگویند با تجربه که طالبان در گذشته داشتند به وعده آنها باور ندارند.
با خروج نیروهای بین المللی طالبان فعالتر شدند و دوام 2 ماه اکثر منطقه‌های افغانستان را اشغال کردند. حالا بجز از دره پنجشیر دیگر همه منطقه‌های کشور در دست آنها است. صدها نفر از افغان‌ها دوام 1 هفته اخیر از کابل فرار کردند، ولی برخی از افغان‌های مقیم تاجیکستان گفتند به کشورشان برمیگردند، از جمله عبدالرحمن که 2 روز پیش از سقوط کابل به تاجیکستان آمده بود. ترس آنچنانی که جان ما به خطر باشه نداریم. ما قبلا اگر گاهی رفت آمد بکردیم مشکل راه مثلا ناامنی یا دزدی بود. در حال حاضر معلوماتی که ما گرفتیم این مشکلات کاملا برطرف شده. از دوستا و قوارب ما روزهای قبل پس رفتن افغانستان کدام مشکل ممانعتی از طرف طالبان یا دیگر کس در راه وجود نداشته. با امنیت کامل تانستم بروند. عبدالرحمن نمیخواهد چهرهش در نوار نشان داده شود، ولی از صحبتش معلوم است که به خاطر همسر و فرزندانش مجبور است که به افغانستان برگردد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. وزیر کارهای خارجه قرقیزستان تخمین کرده است که یک راه حل بحث‌های مرزی با تاجیکستان دستکشی مشترک هر دو کشور از قلمروهای دعوایی بوده میتواند. رسلان قزاقبویف، دیپلمات کلان حکومت قرقیزستان، این فرضیه را در یک مصاحبه‌اش با خبرگزاری دولتی روسیه ریا نووستی بیان کرده است. جانب تاجیکستان هنوز به این نظرها واکنش نکرده است. همکارم خرامان بقازاده حالا در استودیو با ما هستند و خرامان لطفاً نخست صحبت‌های وزیر قرقیزستان را بیشتر شرح دهید. مصاحبه اختصاصی رسلان قزاقبویف وزیر کارهای خارجی قرقیزستان به خبرگزاری دولتی روسی روز 24 اوگوست نشر شد. رسلان قزاقبویف گفته است که با وجود تلاش‌ها برای انجام جریان علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان صحبت کردن درباره ختم نهایی این نزاع بر وقت است. به گفته او یکی از راه حل‌ها میتواند قرار مشترک با تاجیکستان درباره از قلمروهای بحثی مشترکاً دست کشیدن هر دو طرف و جستجوی معامله‌های نو شده میتواند. آیا با این گفتگوها جانب تاجیکستان واکنش کرد است خرامان؟ هنوز نه عبدالله. ما پیش از همین برنامه به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان مراجعت کردیم. هنوز نظری آنها در دست نیست. جانب تاجیکستان همیشه گفته است که در بحث مرزی شتاب نباید کرد و اعضای کمیسیون بین دولتی کار را پیش میبرد، ولی با نظر داشته موقع تا حال برای مطبوعات معلوم مقامات تاجیکستان می شود حد زد که پیشنهاد وزیر کارهای خارجی قرقیزستان احتمالاً رد می شود. طور 10 ساله‌های اخیر نشان داد بحث و دعواهای مرزی، یعنی گفتن این که این آبنبار از من است و آن چراگاه از شما و بیایید با این وضعیت راضی شوید، به یکی از حساس‌ترین مسائل از نظر منفعت‌های ملی و احساسات وطن دوستی مردم در هر دو طرف مرز تبدیل شده است. از سوی دیگر نزاع مرگبار مرزی در روزهای 28 و 30 اپریل امسال هم نشان داد که تا چه اندازه دعوای سر یک قطعه مرزی میتواند به آسانی دستخوش بازی‌های سیاستمداران پاپولیست و در نتیجه فاجعه‌های انسانی شود. خرامان، طور میبینیم اظهار نظر جانب قرقیزستان در شرایط صدا میدهد که توجه تاجیکستان، کشورهای منطقه آسیای مرکزی و اصلا اکثر قلمروهای غرب اروپا به سوی افغانستان است. حالا تا کجا سرعت بخشیدن مسئله حل دعواهای مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در این شرایط کارساز است؟ یکی از سوال‌های واقعاً هم مهم است در همین شب و روز و طور جلسه دیروزه اضطراری شورای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که تاجیکستان و قرقیزستان هم عضو آن هستند نشان داد نگرانی از آینده حکومتی که به نظر آنها باید فراگیر و عبارت از نمایندگان همه قوم و گروه ها باشد، برای حکومت های منطقه یک مسئله رقمی اول می باشد، یعنی پریوریتیت یا مسائل اولویتناک در مرحله کنونی سیاسی منطقه عظیم‌تر است، چون وضع مرز تاجیکستان و عموما کشورهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی پیشگویی نشونده می شود. در چنین شرایط شاید برخی بگویند که باید مشکلات دیگری بین کشورها یکسو گذاشته شود و کشورهای آسیای مرکزی در پیشروی تهدید و چالش‌های نو همکاری و مشارکت بیشتر نمایش دهند، چون خطر این تهدید و چالش‌ها هم به همه کشورهای منطقه برابر تاثیرگذار می باشد. تشکر خرامان بقازاده، همکارم بود با شرح اظهار نظری وزیر خارجه قرقیزستان درباره راه حل‌های احتمالی مشکل مرز با تاجیکستان.
به خارج رفتن متخصصان یا با اصطلاح فرار مغزها برای تاجیکستان نو نیست و سالهاست ادامه دارد. در 5 سال اخیر تنها در روسیه بیش از 204,000 نفر از ساکنان تاجیکستان شهروندی این کشور را پذیرفتند. اما قزاقستان هم با اقتصادی نسبتاً رشد کرده در منطقه با عین چنین چالش روبروست. متخصصان به کشورهای دیگر می روند. برخی از سطح کروپسیون نگران است و برخی دیگر آزادی بیشتر می خواهند. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را در این باره همکارم میرزانبی خالقزاد پیشکش می کند. تنها به اطلاع رسمی در 30 سال اخیر بیش از 3 میلیون نفر ترک قزاقستان کرده است. این آمار تنها آنهایی را که هجرت کردند در بر میگیرد، اما آمارهای خشک به سوال آنکه چرا رفتند پاسخ نمیگوید. قزاقستانی ها اکثرا به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند. 2.5 میلیون نفر دیگر به روسیه رفتند. بیش از 1 میلیون قزاق تباران در آلمان به سر میبرند. در اوکراین 225,000، در بلاروس 70,000، یونان 27,000 و در چخیه 8 و پولش 6,000 زاده قزاقستان به سر میبرد. امسال نظر به سال قبلی 2020 خروج اهالی قزاقستان 30% بیشتر شده است. کشور آدمانش را از دست می دهد. شهروندان فعال و نیروی کاری در میان آنهایی که ترک کشور کردن مهندسان، آموزگاران و دکتران هستند. در همین حال بخش تندرستی به کمبود متخصصان ورزیده روبرو است. کمبود متخصصان در دوره پاندمی سخت احساس می شود. متخصصان رفته ایستادند که می توانستند اینجا اقتصادی نو را رشد دهند. فرض کردیم پزشکان می توانستند توریسم معالجوی را رونق دهند و این می توانست یک بحث قدرتمند اقتصاد شود. متاسفانه این ظرفیت حالا استفاده نمی شود. مهاجرت در میان جوانان در قزاقستان معمول است. در شبکه‌های اجتماعی یک زمره نوارهایی میچرخند که درباره آمادگی برای دست کشیدن از شهروندی و در کدام گوشه جهان زیستن بهتر است معلومات میدهند. قهرمانان این گونه نوارها درباره آنکه چرا آنها ترک کشور کردند قصه میکنند. بعضی‌ها به خاطر آینده کودکان رفتن، قسمی را کروپسیون نگران کرده است. آنهایی هم هستند که آب و خاک وطن برایشان فورا نیست. البته حامیان حقوق محیط زیست و هوا جمع میشوند، مجلس میگذرانند، اما پیشرفته نیست. محاکمه میکنند، انا اکنون مرکز گرم برق‌دهی را نوسازی میکنیم، همه چیز خوب میشود، اما نقلیات جمعیتی توسعه نمییابد. اما به التجای ساکنان مقامات محلی کم اهمیت میدهند و بیشتر آنها را به مهاجرت رفتن سبق میدهند. از جهت مهاجرت ساکنانش ولایت شمال قزاقستان در جای اول است. در 6 ماه سال 2021 این منطقه را بیش از 4,000 نفر ترک کردند. دولت عیبدار، حکومت گناهکار است. از کشور خوب آدمان فرار نمی کنند. من وطن دوستم، البته از اینجا کجای نمی روم، اما همیشه مبارزه خواهم برد، احتمال تا زمانی که مرا نشکنند. مشکل به اصطلاح فرار مغزها برای قزاقستان نو نیست. موج بزرگ مهاجرت در میان سالهای 90 بیشتر به مشاهده می رسید، اما آن زمان مهاجرت آدمان بیشتر احساسی بود. حالا قزاقستانی ها دانسته مهاجرت می روند و قبل از آن دانش و ملکای خود را صیقل می دهند. متخصصانی که زبان انگلیسی را می دانند با دانش‌های معاصر جهانی آشنایند، می روند. رفتن آنها برای کشور تلفات کلان است. در بسیاری از عرصه‌ها افسوس وضعیت همین گونه است. حالا متخصصان پیشگویی کرده نمی توانند که آمار مهاجرت از قزاقستان تا آخر سال به چند می رسد، اما پیشبینی های خوشبینانه هم از تغییر یافتن وضعیت دلالت نمی دهد، چون که اساس برای آنکه آدمان در اینجا بمانند کمتر می شود. وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان می رسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خداحافظ.